یک سال پس از خروج نیروهای خارجی از افغانستان، طالبان از این روز در میدان هوایی بگرام تجلیل کردند. اظهار پشیمانی سعید خوستی از نگاهی ناسنجیده، متهم شدن سخنگوی پیشین وزارت داخلی طالبان بعد تجاوز به یک دختر جوان، واکنش‌های گسترده را به همراه داشته است. تاکید جبهه مقاومت به مبارزه با تروریسم. علی میثم نظری میگوید که جبهه مقاومت در 6 ولایت و با 4000 نیرو علیه طالبان می‌جنگد. و پیامدهای سیلاب‌های اخیر در پاکستان. اسلام آباد از ایران و افغانستان پیاز و بادمجان رومی وارد می‌کند. سلام و وقتتان بخیر. به خبرهای ساعت 10 با من زهره کریمی از آموج نیوز خوش آمدید. طالبان با برگزاری مراسم ویژه نظامی در میدان هوایی بگرام از 9 سنبله روز خروج کامل نیروهای امریکایی از افغانستان تجلیل کردند. محمد حسن آخوند رئیس الوزرای طالبان در این مراسم گفت که فشارها و تحریم‌های جهانی علیه طالبان نتیجه نمی‌دهد. او خواستار تفاهم جامعه جهانی با طالبان شد. او در این مراسم افزود که با آمدن طالبان حملات شبانه نیروهای خارجی تمام شده و در تمام کشور امنیت تامین است. مرگ ختم شد، بند ختم شد، د شپې چاپې ختم شوې، لارې آزاده شوله، نه دې کور په امن کې و، نه دې موټر و ډمبر په امر کې و چې دی به د مخه روان و چې 10 ساعته بیا مزل کوه، چاته دا اجازه نه وه چې ستا په روډ باندې ستا روډ دی، ستا ملک دی، یو موټر چې د مخه شوی که مخه شوی بیا بې ویشتلی ځای پر ځای به شي ایجاد کول ده. د شپې او د ورځې ازادي چې سړی هرې خواته ځي، که مزدوري کوې که بزګري کوې که په هر بخش کار کوې، ازاده په ازاده که د افغانستان د یوه کنجه څه بل کنج ته ځې، هیچ مشکل تاته نشته. محمد حسن آخوند در این مراسم پیروزی طالبان را به کسانی که بدن و عضوی از بدنشان را در راه خدا قربانی کردند تبریک گفت. طالبان پیش از این با راه اندازی حملات انتحاری علیه نظام قبلی و نیروهای خارجی می جنگیدند. محمد حسن آخوند خاطر نشان ساخت که طالبان باید متوجه باشند تا آرمانهای جهاد ضایع نشود. به نقل از خبرگزاری دولتی باختر که از سوی طالبان اداره می شود، در این مراسم نمایندگانی از کشورهای پاکستان، چین، روسیه و ترکیه نیز شرکت کردند. طالبان پیش از این با نشر اعلامیه از جامعه جهانی خواستند تا در قبال افغانستان سیاست معقول اتخاذ کند. در همین حال نیروهای طالبان در شمار زیادی از ولایت‌های افغانستان از 9 سنبله تجلیل کردند. ایالات متحده آمریکا پارسال در 9 سنبله مطابق با 31 اگست با خروج آخرین سرباز خود از میدان هوایی کابل به ماموریت 20 ساله‌اش در افغانستان پایان داد. میدان هوایی بگرام در 2 دهه گذشته مرکز اصلی نیروهای بین المللی به رهبری آمریکا بود و هزاران سرباز خارجی در این پایگاه نظامی مستقر بودند. پس از آن که الهه، یک دانشجوی طب سخنگوی پیشین وزارت داخلی طالبان را به نگاه اجباری و تجاوز متهم کرد، قاری سعید خوستی میگوید که به خواست الهه با او نکاح بسته بود. او می‌افزاید که از نکاحش با الهه پشیمان است. الهه روز گذشته در صحبت با آموج نیوز گفت که مثل زندانی در آپارتمان نگهداری می شود. او که دانشجوی طب نیز است میگوید که در ماه دلو سال گذشته در مقر استخبارات طالبان به زور به نکاح قاری سعید خوستی سخنگوی پیشین وزارت داخلی طالبان در آمده است. بسیار تحمل کردم، برای هر کس میگفت خیره، حکومت ایناست، تحمل کو، ما نمیتونیم. قوم خویشم میگفت اینجا خانه ما نبیو به خاطر که زندگی ما و دخترای ما در خطر است. من به حد تحمل کردم. او در داخل ریاست استخبارات دمای 10 و به زور همراه من نکاح کرد. ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی نشر شده نشان می‌دهد که سعید خوستی وارد خانه الهه شده و او در حالی که یک بیل در دست دارد با قهر و غضب از خوستی می‌خواهد از خانه‌اش بیرون شود. برای از این خانه برای گپ نزن. برای بانک چی میگه؟ گپ نزن. نظامی هم هستن. خب از طریق تو من از نظامیت میترسانی؟ میره چی رو بردی؟ تو من از نظامیت میترسانی؟ برای بانش که برای. همچنان در یک ویدیوی دیگر به نظر می آید که الهه به دلیل جراحات در شفاخانه بستری شده است. الهه در یک نوار تصویری خواهان نجاتش شد، هرچند می گوید که این شاید آخرین پیام او باشد، زیرا پس از نشر این ویدیو احتمال دارد به قتل برسد. با گفته او در این مدت همواره از سوی سعید خوستی مورد لطکوب و تجاوز قرار گرفته است. سعید خوستی در واکنش به پیام‌های تصویری الهه در صفحه توییترش نوشت 6 ماه قبل با دختر به نام الهه به خواست
خود ازدواج کردم. او گفت که الهه را مورد لطکوب قرار نداده و با استفاده از صلاحیت شرعی خود الهه را طلاق داده است. این موضوع واکنش های گسترده فعالان رسانه‌ای را نیز به همراه داشته است. مولوی حبیب الله حسام عالم دین گفته است زنان همچون الهه عزت پامال شده یک ملت است. آقای حسام با انتقاد تند افزوده است وضعیت زنان افغانستان تمثیل عایشه مادر مومنان نزد خوارج و امروز هستند. این عالم دین با اشاره به صحبت‌های الهه همچنان گفته است قلب هر انسان با وجدان به خاطر شما زخمی است و اشک‌های مظلومانه و بغض‌گلویتان مقاومت را تفسیر می‌کند. در همین حال سمید درایی روزنامه‌نگار با اظهار تأسف در صفحه توییتر خود نگاشته است مغز استخوانم واقعا می‌سوزد. او همچنان اضافه کرده است آیا شمالی وال و تاجیک ها می‌توانند این بی‌ناموسی متجاوزان خوستی را فراموش کنند؟ این همه در حال است که در یک سال گذشته شمار زیادی از افراد و فرماندهان طالبان برای بار دوم و سوم ازدواج کردند. مسئولین سازمان حقوق بشر، الهه و صدها دختر معترضی این کشور که در خفا و هراس به سر میبرد یا شکنجه شده به شکل مرموز به قتل رسانده می شود یا مورد تجاوز قرار می گیرد. اگر خاموشی سازمان ملل متحد و شورای امنیت در قبال زنان افغانستان ادامه یابند، هزاران دختر این سرزمین به سرنوشت الهه و دهها دختر لادرک این سرزمین مواجه می شوند. پس ما را دریابین و سکوت را بشکنانین و دستیاری برای زنان افغانستان برسانین تا باشد از زیر بار چنین ظالمان نجات یابند. علی میثم نظری مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت ملی افغانستان گفته است که مقاومت در سال گذشته افزایش یافته و در 6 ولایت از 34 ولایت افغانستان با نیروی متشکل از 4000 جنگجوی آموزش دیده علیه طالبان می جنگد. نظری روز سه‌شنبه 8 سنبله در صحبت با شبکه خبری CNN گفته است آنچه برای ما آشکار است این است که به دلیل موقفگیری طالبان در برابر حقوق زنان، حقوق بشر، دموکراسی و تروریسم راه حل سیاسی برای پایان دادن به درگیری در افغانستان قابل اجرا نیست. یا ما کشور را باید از دست طالبان آزاد کنیم یا آنها را مجبور به تغییر و پذیرش روند صلح کنیم. نظری افزوده است که آنها از کشورهای مختلف خواستند که به جبهه مقاومت کمک کنند اما بجز حمایت‌های سیاسی و اخلاقی از سوی کشورهای مانند تاجیکستان بقیه کشورها به مسائل افغانستان علاقه نشان ندادند. نظری همچنان افزوده است در زمستان گذشته ما در 6 ولایت در شمال افغانستان حضور نظامی داشتیم: پنجشیر، کاپیسا، بغلان، بدخشان و تخار و پروان. مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت همچنان افزوده است ما توانستیم تلفات خود را بسیار پایین نگه داریم زیرا بلندی ها را در اختیار داریم. جنگجویان طالبان که از جنوب افغانستان از قندهار به هلمند می آیند برای جنگ در کوه آموزش ندیدند. نظری در ادامه گفته است که طالبان با گروه‌های تروریستی منطقه‌ای و بین‌المللی رابطه دارند و گروه‌های مانند جماعت انصارالله، جنبش اسلامی ازبکستان، طالبان پاکستانی و القاعده اکنون در افغانستان حضور دارند. نظری همچنان درباره رابطه طالبان با سایر گروه‌های تروریستی گفته است که طالبان افغانستان را به پناهگاه تروریسم بدل کردند. به گونه مثال طالبان در حال حاضر گروه تروریستی جماعت انصارالله را که متشکل از اتباع تاجیکستان است با سلاح‌های ساخت آمریکا مسلح و تجهیز کرده و به آنها اجازه داده تا در مرز تاجیکستان مستقر شوند. مسئول روابط خارجی جبهه مقاومت همچنان علاوه کرده است چشمانداز ما برای آینده افغانستان یک جمهوری دموکراتیک و غیر متمرکز است که در آن تک تک شهروندان بدون در نظر گرفتن نژاد، مذهب و جنسیت از حقوق برابر برخوردار خواهند بود. جبهه مقاومت ملی افغانستان اتحادی از مخالفان گروهی طالبان است که پس از سقوط کابل تحت رهبری احمد مسعود شکل گرفت. مقامات پاکستانی پس از سیل‌های فاجعه بار در سراسر این کشور تصمیم به واردات پیاز و بادنجان رومی از ایران و افغانستان گرفتند. باران‌های سیل‌آسای اخیر و جاری شدن سیل بر تولید سبزیجات و سایر محصولات زراعتی در پاکستان تاثیر گذاشته است. نوید قمر وزیر تجارت پاکستان در نشست اعلام کرد تا واردات پیاز و بادنجان رومی از افغانستان و ایران برای تامین تقاضای این سبزیجات در سراسر کشور تسهیل شود. وزارت تجارت پاکستان میگوید که سیلاب‌های اخیر به محصولات زراعتی آسیب رسانیده و کمبود و افزایش برخی محصولات پیش بینی می شود. وزیر تجارت پاکستان پیش از این بر لزوم انجام اقدامات فوری برای دسترسی به بادنجان رومی و پیاز به مصرف کنندگان و تثبیت افزایش قیمت‌های این کالاها تاکید کرده بود. قیمت این دو محصول زراعتی به دلیل کمبود عرضه در بازار به 300 روپیه پاکستانی در هر کیلوگرم رسیده است.